به نام خدا. عذر میخوام از بینندگان عزیز و ارجمند عذرخواهی میکنم. روزگاری قدم گذاشتن در آن زمین‌ها خطر بود و خطر، اما امروز چطور؟ عنوان گزارشی است که تقدیمتون میشه. البته سلام عرض میکنم پیش از اون خدمت شما بینندگان ارجمند. این چشم نشست که در خلق عالم است، باز این چه نوحه و چه عذاب و چه ماتم است. تا روز شهادت نوه رسول خدا علی مرتضی تا حضرت فاطمه زهرا صلوات الله علیهم اجمعین را بر عرشیان و فرشیان و ملکوتیان و زمینیان تسلیت میگوییم. لبیک یا حسین شهید. مسابقات شطرنج تیمی قهرمانی آسیا امروز در هند در حال برگزاری. بسم الله الرحمن الرحیم. صلوات بر محمد امین خاتم انبیاء و المرسلین. خدمت بینندگان و هموطنان عزیز سلام عرض می‌کنم. شب شما بخیر. فرارسیدن تاسوعای حسینی، سال روز شهادت ابوالفضل العباس علمدار و پرچمدار نهضت عاشورا را به خدمت شما عزیزان تسلیت و تعزیت عرض می‌کنم و به اتفاق همکاران با خبرهای امشب در خدمت شما. طبیعیه. طبیعت یعنی چی طبیعیه؟ من شما رو مگه خودتون پرسیدم مگه آفساید حسین کعبی نبود الان دقیقه 87؟ چند تا خط دیگه هم بود که مثلا شما ببخشید در بیارین من باهاتون با هم یکی کارکنات بی‌طرف شما سه تا. من یه بار رو منبر تلویزیون نبود، رو منبر بود، گفتم شمر علیه السلام. چی؟ شمر علیه السلام. شوخی یا نه؟ قاطی کردم. عوض امام حسین علیه السلام. آره یعنی دو شاخه تلفن زدیم تو بعض. من رو در محضرتون ببینیم. باز می‌گردیم در محضر شما و آقای دکتر میهمان گرامی برنامه. ما همچنان دست به سینه من بنده روبروی شما هستم. بینندگان جان، از اشکالات فنی که پیش اومده صمیمانه پوزش میخوام. فکر میکنم اگر همکارانم اعلام آمادگی بکنن سعی میشه کنیم به ادامه برنامه. بفرمایید دکتر جرگی عزیز، خیلی معذرت میخوام. همراه داشتن MP3 و MP3-4 در مدرسه ممنوع. معاون نظری و مهارتی سازمان آموزش و پرورش شهر تهران میگوید طبق آیین‌نامه اجرایی مدارس دانش آموزان نباید وسایل غیر آموزشی همراه خود به مدرسه بیاورند. ما شرکت کردیم. من قبل از اینکه بحثمون ادامه بدیم با آقای ملوان با آقای احمدرضا در واقع شما من سخنان گفتم بگه چطور بازی با قال پیروزی بازی با مقابل پیروزی رو که سوال کرده سوال دیگه بود. حالا سوال که اما شما میگفتید که پیروزی اصلا نمیده و موقع داشتی چند تا موقعیت خداییش. در ابتدای این دیدار 10 نفر از نخبگان و چهره‌های برتر علمی جوان به بیان دیدگاه‌ها و نظرات خود در خصوص مسائل علمی کشور و نخبگان پرداختند. آقایان سید امید دیانت برگزیده جدید. سلام عرض میکنم. سلام، خسته نباشید. حال شما چطوره؟ مرسی، ممنون. شما خوب هستید؟ خدا رو شکر ما خوبیم. شما خوبین؟ مرسی، ممنون، تشکر. الحمدلله. اولا که خواهش می‌کنم خودتون رو معرفی کنید. چی بگم والا؟ من الان به شما راهنمایی میکنم. شما فامیلی شریفتون چیه؟ فامیلیتون؟ لطفی. سرکار خانم لطفی. خانم لطفی، شما